نیت و میل پتانسیالی یا اینکه اقتداری این مکتب را سست کردن نداره. ما حرکت میکنیم که نفوذ داشت و نفوذ داشت، هم نفوذش هم نفوذش نگاه داشته شود. به همین واسطه سطح مکتب های خوانندگان لیاقتمند دولتی جمهوری تاجیکستان به 14 عدد میرسد. 8 پرزیدنتی، این 6 همراه میشود 14 در شهر نادیه ها. معلمانی که آموزگارانی برادران ترک که اینجا کار میکنند اگر خواهش ایستادن داشته باشند ما ایشان با تمام احترام و با نزاکت همکاری میکنیم. نفران نیتی رفتن داشته باشند ما پیش روی ایشان گرفتن نمیتوانیم چون ایشان شهروند خارجه و به سهم شما رسانم. ما از کشورهای دیگر هم معلمانی با تجربه انگلیسی گوینده را دعوت کردگی هستیم تا نشست مطبوعاتی آینده ما با شما میگیم از کدام کشور چند تا آمد. الان این تجربه هست. ما در این مکتب ها نیتی فنهای طبیعت شناسی را با زبان انگلیسی تعلیمش برای ماندن داشتیم و داریم و این تطبیق میکنیم. این تجربه در جهان هست. ما این کار رو میکنیم. به خاطر اون که هم زبان دولتی هم زبان روسی و هم زبان انگلیسی را خوب از خود کنند.